امروز جمعه 19 ایول است و بینندگان عزیز با یک شما روزی جمعه سعید رو شد باش میگیم و تشکر میگیم که هر صبح ما رو تماشا میکنید. شادگو خوجا هستم چون همیشه ساعت 7 وقت پراگ در خدمتتون و در چند دقیقه دیگر خواهیم دید که چه خبرهای تازه است از تاجیکستان و جهان. امروز در پراگ هوا بارانی می شود و انتظار می رود که حرارت روزانه تا 25 درجه را تشکیل نماید. در مسکو و سنت پترزبورگ نیز روزانه هوا بارانی بوده از 18 تا 19 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه امروز هوا آفتابی است. گرمی دوام روز به 41 درجه می رسد. وکالتدار اوید به حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان از همتایان روس خود طلب کرده است تا به نمایش گذاشتن بدن اوریان مهاجران تاجیک را واکنش کنند. امید به بزرگ امبودسمن تاجیکستان نمایش بدن اوریان مهاجران را رفتاری ضد انسانی خواند. او روز 18 ایول ضمن نشست خبری گفت 2 هفته پیش به امبودسمن روسیه مکتوب کرده خواستند تا این نهاد به قضیه تحقیر مهاجران تاجیک واکنش کند. اما با بزرگ گفت تا حال از همتایان روسش پاسخ نگرفتند. وکالتدار اوید با حقوق انسان در تاجیکستان میگوید این رفتار در حقیقت رفتاری ضد انسانی است و در دایره سندهای موجود بوده ما طلب کردیم که حل کرده شود. 2 روز پیش دوستان کل تاجیکستان نیز وابسته به چنین برخورد خواستار تحقیق و چاره‌اندیشی شدند. 8 مهاجر تاجیک ماه گذشته با گمان قتل ورزشکار روس سرگئی چویف بازداشت گردیدند. آنچه که کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی سخت عصبانی کرد شم‌های دریده و بدن اوریان شهروندان تاجیکستان بود. چندی از کاربران گفتند هرچند اینها به قتل گمان برند اما نباید به این شیوه تحقیر شوند. در تاجیکستان میخواهند کودکس نوی انداز را تهیه کنند که به منفعت‌های سوبیکت‌های صاحبکاری و شهروندان سازگار باشد. با این هدف با امر پرزیدنت کشور امالی رحمان یک گروه کاری خاص تشکیل شده است. گروه مذکور علاقه زیر رهبری دولتعلی سعیدов نایب اولی نخست وزیر تاجیکستان برگزار شده است. یک نشست و با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان فعلا سامانه مخصوص فعال کرده شده است که مردم تاجیکستان میتوانند پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند. مهلت برای قبول پیشنهادات تا 1 سپتامبر سال جاری است. یادآور می‌شویم که کودکس اندازه عمل کننده در سال 2013 قبول شده است. در ماه می سال جاری امالی رحمان در ملاقات با نمایندگان ساحه انداز گمرک و مالیات دستور داد که کودکس نو در تحریر نو سال 2020 تطبیق شود. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید بازطلبی تندگرایان در زندانهای کشور تا حال نتیجه دلخواه نداده است. برعکس افراطیان توانستند فضای محبس‌ها را نارام کنند. در 9 ماه آخر تاجیکستان شاهد 2 آشوب پرقربانی در زندانها گشت. وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست خبری گفت پیشنهاد بعضی دادستانها درباره شکل نگهداری اشخاص متهم به افراطگرایی را قبول کردند. هرچند رستم شاهمراد از این پیشنهادها مشخصا نام نبرد اما گفت بعد از انجام تحقیق 2 آشوب در زندانها در این باره تصمیم میگیرند. بنا به آمار رسمی فعلا در زندانهای تاجیکستان بیش از 10,000 محبوس نگهداری میشوند که از این میان حدود 2,000 نفرشان اشخاص متهم به تندگرایی و تروریسم میباشند. شیوه مبارزه با افراطگرایی در تاجیکستان نه تنها در زندان بلکه در عموم بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در این میان کارشناسان از مقامات دعوت دارند تا نخست کارمندان زندان را برای طرز کار با زندانی‌های تندرو آموزانند. صبح امروز بر اثر ترکیش در نزد درآمدگاه دانشگاه یا خود پوهنتون کابل کمش 2 نفر به هلاکت رسیده 10 تن دیگر مجروح شدند. وزارت بهداشت افغانستان میگوید در مکان ترکیش 2 جسد یافت شده چند کسی دیگر با زخم‌ها به شفاخانه کابل انتقال یافتند. به نوشته تلویزیون طلوع ترکیش زمانی به عمل آمد که دانشجویان در نزد درآمدگاه منتظر شرکت در امتحان بودند. تا حال کسی مسئولیت این ترکیش را بر عهده نگرفته است. در گذشته گروه طالبان افغان بارها حمله‌های شبیه راه‌اندازی نموده است. چند پیش از این حادثه طالبان جنگجوی در نزد قرارگاه پلیس شهر جنوبی کندهار 2 ماشین را ترکانیده کمش 12 نفر را به هلاکت رساندند. در این حادثه نزدیک به 90 کس مجروح شدند. به گفته اداره پلیس کندهار بعد ترکیش ماشین‌ها طالبان از سلاح آتشفشان سوی افسران پلیس آتش کشیدند. همین منبع می‌افزاید که ظاهراً هدف حمله بخش مبارزه با گردش مواد مخدر بوده است.
در فرودگاه شیرمتیوی مسکو شب گذشته 8 مسافر هنگام انتقال به جای امن از هواپیمای بوینگ 737 جراحت برداشتند. این هواپیما که میبایست به شهر یریوان پرواز کند در لحظه آخرین از پرواز دست کشید، زیرا در داخل هواپیما بوی بد پیدا شد. خلبان‌ها ماموریت هواپیما را آگاه نموده هواپیما را به جای امن انتقال دادند. شرکت هوایی نوردویند میگوید هواپیما آتش نگرفت و در داخل آن دود نبود. به قول ماموریت فرودگاه شیرمتیو در داخل این هواپیما 173 مسافر و از جمله 11 کودک عازم یریوان بودند. اکیپاژ هواپیما از 6 نفر عبارت بود. اکثر مسافران صبح امروز با هواپیمای شرکت‌های دیگر سفر خود را ادامه دادند. 68 شهروند ازبکستان که در یک کارخانه ولایت سمره روسیه کار میکردند با نشانه‌های زهرآلودشوی بستری شدند. در این باره کنسول گنرالی ازبکستان در شهر قزوین روسیه خبر داد. رهبریت کارخانه میگوید همه مهاجران فعالیت قانونی داشته در اساس شرطنامه کار میکردند. کارفرما خبر داد که خرج توبت مهاجران را میپردازد. کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سمره پیشتر از این خبر داده بود که روزهای 16 و 17 ایول 46 مهاجر ازبکستانی با نشانه‌های زهرآلودشوی در بیمارستان بستری شدند. حالا حادثه تحقیق می شود. بعد انجام تحقیق تصمیم قانونی گرفته خواهد شد. خبر داد بخش کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سمره. در انگوشستان زن تاجیکی را بازداشت نمودند که فرزندش را مجبور میکرده است طلبندگی کند. در این باره در سامانه دوستانه جمهوری انگوشستان خبر داده شده است. بنا به معلومات همین منبع این زن که شهروند تاجیکستان بوده است با هدف به دست آوردن مبلغ مفت پیوسته دختر 7 ساله خود را به طلبندگی مجبور میکرده است. با قرار دوستانه این زن شرطاً 2 سال از آزادی محروم و به پرداخت 5000 روبل روسی موظف گردید. در نشست مطبوعاتی کمیته به خطری اوضاع‌قواری نزد حکومت تاجیکستان دیروز فرهاد کمالزاده رهبر این نهاد گفت در 2 سال اخیر هیچ صاحبکاری برای واردات گوشت مرغ از ایران به تاجیکستان درخواست پیشنهاد نکرده است. هرچند در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت این مقامدار. فرهاد کاملزاده افزود متخصصان تاجیک حساب کردند که هر یک ساکن تاجیکستان باید در یک سال حداقل 7.5 کیلو گوشت مرغ استعمال کنند. کارخانه‌های مرغ‌پروری تاجیکستان امکان دارند در یک سال تا 10,000 تن گوشت مرغ تولید کنند. سال گذشته نیز از امریکا و ترکیه و برزیل به تاجیکستان حدود 20,000 تن گوشت مرغ وارد شده است. اما به گفته این مقامدار اخیراً ارزش 1 تن گوشت مرغ تولید امریکا از 600 تا به 1000 دلار بالا رفت و در زودترین فرصت این امر در بازارهای تاجیکستان نیز احساس خواهد شد. دادگاه نهایی سینوی شهر دوشنبه رهبر یک شرکت در تاجیکستان را برای از خود کردن 1 میلیون دلاری شرکت ایرانی زندانی کرده است. بنا به اطلاع دادگاه نهایی سینوی دوشنبه شرکت ایرانی توبون ایرلاین به جمعیت دارای محصولاتش محدود عجم اویه در 3 مورد بیش از 1 میلیون دلار داده است و بر عوض این مبلغ باید کارشریک تاجیکش به شرکت ایرانی محرک هواپیما پیشنهاد میکرد. ولی در قرار دادگاه گفته می شود که هایدروف ایر همچون دیرکتور عجم اویه بر عوض مبلغ به شرکت ایرانی توبون ایرلاین محرک هواپیمای بوینگ را پیشنهاد نکرده است. در دادگاه نهایی سینا گفتند هایدروف برای این کار به 13 سال زندان محکوم شده. اینچنین بیش از 1 میلیون دلار از او رویانیده شده است. شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان هفته یک مرتبه از مشهد به دوشنبه پرواز انجام میدهند. در حالی که رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان کار دهقانی را در کشور فایده آور مینامند، برخی دهقانان میگویند نگرفتن سود از دهقانی باعث آن گردید که یا راه مهاجرت مهنتی را پیش بگیرند یا از زمین دست کشند. چندی از کشاورزان در صحبت با رادیو زودی از نبود امتیازها، گرانی نوری‌های مینرالی، افزایش اندازها، نبود شرایط برای بدون میانرفها به سودا گذاشتن محصولاتشان در بازار اظهار نگرانی کردند. اما عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 15 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت که کشاورزی برای تامین روزگار مردم یکی از ساحه‌های مهم است. او تاکید نمود که نتیجه های سال 2019 نشان داد دهقانان تاجیک به موفقیت‌های کلان نائل گشتند. ولی کشاورزان تاجیک بیشتر خواستار آنند که شرایط فراهم گردد که بدون میانرفها به‌واسطه محصولات خود را به بازار گذارند و با این عمل هم آنها فایده بیشتر میگیرند و هم ساکنان با نرخ‌های ارزانتر
دسترسی پیدا میکنند. به قول برخی از سیلگران ترک دهقانی کردن و رو به دیگر کارها آوردن کشاورزان از دلیل‌های میباشد که واقعیت این ساحه را نشان میدهد. کارشناسان میگویند کشاورزی از بخش‌هایی است که در گذشته در تامین روزگار مردم و همچنین برای به شغل فایده‌ناک فرا گرفتن ساکنان نقش مؤثر داشت و ضرور است چنین شرایط برگردانیده شود. هرچند آمار وزارت کشاورزی درباره افزایش استحصال محصولات و وسیع نمودن زمین‌های کشت ظاهراً از رشد این ساحه گواهی می‌دهد، به قول تحلیلگران در عمل کمبود و نارسایی‌های زیادی است که باعث گیر ماندن ساحه کشاورزی شده است. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگیم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 58 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 149 سومانی و 80 درم. این چند خبری بود که تا این لحظه در دست ما رسید. خبرها از این پیشتر در دوام روز پیشنهاد شما خواهد شد و ما را همراهی کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.